سرخط مهمترین خبرها. ژورنالیست روس در پخش مستقیم شبکه اول علیه جنگ اوکراین شعار داد. بارانگری خطر آمدن سیل را در تاجیکستان زیاد کرده است و قرب روبل در برابر اسعار ملی سامانه کم بالا رفت. درود بیننده عزیز، با تازه ترین خبرهای تاجیکستان و جهان در خدمت شما هستیم. امروز 15 مارس است. شام 14 مارس در وقت پخش مستقیم برنامه خبری شبکه اول روسیه، یک روزنامه‌نگار این اداره علیه جنگ در اوکراین شعار داد. وقتی راوی برنامه اخبار شبکه اول روسیه درباره جنگ اوکراین صحبت میکرد، مارینا اوسیانیکووا محرر این اداره در دست شعار گرفت و در پشت سر راوی پیدا شد. در ورقی که اوسیانیکووا در دست داشت نوشته شده است که نسبت جنگ را بس کنید، به تبلیغات باور نکنید، اینجا شما را فریب میدهند. بخش روسی رادیوی آزادی می نویسد که مارینا اوسیانیکووا بازداشت شده به اداره پلیسی استانکینو برده شده است. درباره سرنوشت این روزنامه‌نگار فعلا معلومات زیاد در دست نیست. تنها همین قدر معلوم است که پیوندان او در اوکراین زندگی می‌کردند. محرر شبکه اول روسیه یگانه نفری نیست که در داخل روسیه علیه حمله مسکو به اوکراین صدا بلند می‌کند. از زمان آغاز حمله نیروهای روس در روز 24 فوریه صدها نفر در شهرهای گوناگون روسیه مقابل این جنگ اعتراض کردند. مقامات قدرتی روس علیه افراد ناراضی از جنگ به طرز خشن مناسبت کرده، اکثر آنها را بازداشت کردند. همچنین اداره روسکومنادزور دسترسی به بسیار سامانه‌های خبری و شبکه‌های اجتماعی را مسدود کرد. در پی بارانگری‌های روزهای اخیر 12 عائله را از منطقه‌های آسیب‌پذیر شهر ترسونزاده به جای‌های بی‌خوف کوچاندند. امیده یوسفی سخنگوی کمیته حالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان به خبرگزاری اجرا پلوس گفته است کوچانیدن خانواده‌ها موقتی بوده، آن برای نجات حیات آدمان ضرور است. به گفته سخنگوی کمیته حالت‌های فوق‌العاده، در قطعه‌هایی که مردم از آنجا کوچانده شدند سیل آمد. در آنجا کارهای ساحل مستحکم کنی جریان داشته، زیان رسیده حساب و کتاب می‌شوند، گفتند در کمیته. به گفته مقامات بارانگری‌های روزهای اخیر در بسیار منطقه‌های کشور خطر آمدن سیل را زیاد کرده است. مسئولین کمیته حالت‌های فوق‌العاده از ساکنان می‌خواهند که در این روزها احتیاطکار باشند. وزارت کارهای خارجه آمریکا با ارسال حجت به همپیمانانش خبر داده است که چین آماده است به روسیه کمک نظامی رساند. در این باره The Financial Times با تکیه به دیپلمات‌های آمریکایی خبر می‌دهد. رسانه‌ها روز 13 مارس نوشته بودند که روسیه از چین درخواست کمک کرده است، اما معلوم نیست که آیا چین در فرصت‌های نزدیک کمک خواهد رساند یا نه. جک سالیوان مشاور امنیت ملی آمریکا تصمیم دارد این مسئله را در ملاقات با نماینده وزارت کارهای خارجه چین یان تزیچی در ریم بررسی کند. سالیوان گفت چینی‌ها را آگاه می‌کند که تلاش کمک بر روسیه را نکنند. در سفارت چین در آمریکا گفتند درباره درخواست کمک روسیه اطلاعی ندارند. حمله روسیه را به اوکراین رسانه‌های چین به هر شکل بازتاب مثبت می‌دهند. فیلیپو گراندی کمیسر عالی سازمان ملل در امور پناهندگان به تاجیکستان می‌آید. او روزهای 17 و 18 مارس امسال وضع پناهجویان و حل مشکل آنها را در کشور بررسی خواهد کرد. ملاقات فیلیپو گراندی با مقامات رسمی تاجیکستان در نظر است. اینچنین او با پناهجویان در شهر وحدت دیدار کرده به یک شهرک موقتی پناهندگان در ناحیه جلال‌الدین بلخی خواهد رفت. تا آخر ماه دکمبر سال 2021 به تاجیکستان 13773 پناهجو آمدند. سازمان در تاجیکستان ممنوع گروه 24 اعلان کرد که به فعالیتش در قلمرو روسیه پایان بخشید. مسئولانش 14 مارس در بیانیه سبب تصمیم را به همکاری پنهانی مقامات روسیه با تاجیکستان برای بازداشت و استرداد ده‌ها عضو سازمان پیوند دادند. نماینده سازمان محمد صابر عبدالقهار در صحبت با رادیوی آزادی گفت اکنون فعالیت را در کشورهای دیگر پساژوروی و اروپا پیش میبرند. گروه 24 که سال 2012 در روسیه تأسیس یافته است، سال 2014 با قرار دادگاه عالی تاجیکستان یک سازمان اکستریمیستی و ممنوع اعلان شد. پیروانش این قرار را سیاسی می‌دانند. تاکنون ده‌ها نفر در تاجیکستان و روسیه و کشورهای دیگر پساژوروی با اتهام پیروی و طرفداری از گروه 24 بازداشت و زندانی شدند. این سازمان را
تاجر ناراضی عمرعلی قوتوف بنیاد گذاشته است. خود او سال 2015 در شهر استانبول ترکیه کشته شد. مذاکره کنندگان اوکراینی و روس برای گفتگوهای بیشتر در روز 14 مارس آماده می شوند. هر دو طرف روزهای اخیر ادعای پیشروی در جبهه‌های جنگ را دارند. میخائیل پادالیاک یاور رئیس جمهوری اوکراین گفت که انتظار می رود دور چهارم مذاکرات از طریق ویدیو کنفرانس برای بحث در مورد کمک به شهرهای زیر آتش برگزار کرده شود. و افزود روسیه به گفتگوهای سازنده آغاز کرده است و فکر میکند که نتیجه های بدست خواهد آمد. تلاش های دیپلماتی این امید را ایجاد کرده است که ممکن است مسکو راه را برای بیرون رفتن غیر نظامیان بیشتر باز کند، حتی اگر نیروهای روس فشار خود به پایتخت را ادامه دهند. در گفتگوهای قبلی جانب‌ها به پیشرفت‌های چشم‌رس یا راه حل برای رساندن کمک و یا بیرون کردن کاروان غیر نظامیان از شهر استراتژیک ماریوپول نرسیده بودند. صدها هزار نفر در این شهر از کمبود آب، خوراک و دارو تنقیصی می‌کشند. و در کارخانه‌های کارکرد نفت و گاز در ترکمنستان اختصار کارگران صورت گرفته است. این اختصار بلافاصله بعد برگزار شدن انتخابات پرزیدنتی در ترکمنستان صورت می‌گیرد. به اطلاع منابع اختصار کارگران در کارخانه‌های نفت صورت گرفته است که شرکت‌های خارجی در آن سهم دارند. این در حالی است که سردار بردیمحمدوف به احتمال زیاد پرزیدنت تازه انتخاب ترکمنستان و همزمان پسر پرزیدنت عمل کننده آن کشور در برنامه انتخاباتیش تأسیس جایهای بیشتری کاری را وعده داده بود. روز 12 مارس در ترکمنستان انتخابات پرزیدنتی برگزار شد. نتیجه های این انتخابات رسما اعلام کرده نشده است، اما بسیاری ها تاکید میکنند که سردار بردیمحمدوف را غالب این انتخابات اعلان خواهند کرد. بخش یک روز تاریخ را همکارم خرامان بخشزاده تقدیمتان میکند که مهمترین تحولات تاریخی در روز 15 مارس را فرا میگیرد. 15 марти соли 1925 дар шаҳри Душанбе нахустин шумораи нашрияи Иди Тоҷик аз чоп баромад, ки баъдан номи Тоҷикистони Советӣ ва ниҳоят Ҷумҳуриятро гирифт. Ин нашрияи расмии Тоҷикистон буда дар давраи шӯравӣ рӯзномаи ҳукумат ва ҳизби коммунист буд ва дар давраи истиқлолият сиёсати ҳукуматро инъикос мекунад. 15 марти соли 1971 дар заминаи факултаи тарбияи ҷисмонии донишгоҳи омӯзгории шаҳри Душанбе донишкадаи варзиши Тоҷикистон таъсис шуд, ки баъдан донишкадаи тарбияи ҷисмонии Тоҷикистон ба номи ҷаҳонпаҳлавон Саид Муъмин Раҳимов ном гирифт. донишкада 5 факултет дошта, муассисаи таълимии омӯзгорон, мураббиён, доварон ва кӯҳнавардҳо ба ҳисоб меравад. дар миёни хатмкардаҳои ин донишгоҳ исми Зебунисо Рустамова, Андрей Абдувалиев, бародарон Лабановҳо, Боқиевҳо ва Дилшод Назаров ёд мешавад. 15 марти соли 1939 ҳунарпешаи маъруфи синамо Бимболат Ватаев таваллуд шудааст, ки барои рушди синамои тоҷик заҳмат кашидааст. иҷрокунандаи нақши Рустам аз достонҳои Шоҳнома ва Ҳасани Аробакаши сохтаи Борис Кимёгаров 61 сол умр дид. ин ҳунарпешаи зодаи Осетияи Шимолӣ бо ҷоизаи давлатии Тоҷикистон ба номи Абу Абдуллоҳи Рудакӣ қадрдонӣ шудааст. شبانه روز گذشته قرب روبل در برابر اسعار ملی سامانه کم بالا رفت. این صبح در بانک‌های تجارتی تاجیکستان 1000 روبل به 110 سامانه برابر بود. دیروز 1000 روبل را به 97 سامانه عوض می‌کردند. مسئولین بعضی بانک‌های تجارتی میگویند قرب روبل هر ساعت پست و بلند شده ایستاده است. قرب دلار باشد همچنان به تغییر بوده. $100 در بانک‌ها به 1300 سامانه عوض کرده می‌شود. بیننده عزیز، اینجا رسیدیم به پایان برنامه نوید بامدادی. خبرهای از این بیشتر را در سامانه رادیوی آزادی با نشان azadi.org پیدا کنید. تا فردا در همین وقت ساعت، خدا نگهدار.